سلام دوستان، انشالله که خوب و خوش و سرحال باشین. تنتان ساله امادم در کشور اتریش شهر پندورف. اینجا مردم امادن که هرچی خرید مرید کنن و این مغازه‌ای که دیدیم مردم در صف استاده است. چیزایی که 100 یورو بوده، 200 یورو بوده و این شرکت شده 40 یورو، 50 یورو، 30 یورو و به خاطر که بین نقد هستنش سال جدید میاد هر چیز ارزان کردن. این مغازه چیزایی که 100 یورو بوده نصف قیمت کردن، 70% انگیبوت دادن. 70%, 80%, 40%, 50% Angebot gegeben. Jede Geschäft ist Bahnhof. Willkommen von der شهر پندوف. شهر زیباست. ویلسو کنسی کمی خیلی قشنگ است. هر کس دوست داره بیا اینجا. شهر پندوف. ببین انگیبوت هایی که زدن مردم که هستن داخل به خاطر که ویناخت انگیبوت دادن. یا genau. Ist auch ein Angebot. Alle Leute warten vor Einkaufen. با لباس‌های خوب، با کیف‌های خوب، با لوازم‌های خوب میتونیم به شهر پندورف برای خرید بریم. امروز هم 8 نوامبر سنه 2025 تا آخر همین ماه، تا آخر ماه نوامبر، تا 30 نوامبر وقت دارن کل چیزا برای انگیبوت برای خریدن. شهر زیبای پندورف شهر خیلی خوشگل و زیباست. بیاین بچه ها بیاین. از وین تا پندوف تقریبا بگومتون یک 30 دقیقه راه هست. من دوست داشتم بیاین. بتونیم بیاین اینجا بگردین، بچرخین، بچه هاتون بیارین یا صف استاچایی خرید کنین. Einkaufen, was geht da? Siehst du? Für die Frau. Eine Geschenk kannst du einkaufen. Hier ist sie. Auch. Alles Angebot. Dieses eine Geschäft hat keine Angebot gegeben. Ist keine Menschen. شهر خوشگل است، شهر زیباست. ما هم که بچه های مادیم فقط خیابون متر کنه سعی کنیم که چی هست، چی داره، چی نداره. این مغازه ها این هم دایالی سنه که مادم دایالی سلی کنه رفت سرخواه پایین انداخته. این هم اسم آقاست و پشت سر حسین آقا. حسین کجاییم اینجا؟ بیا خودت معرفی کن. نگفتین کجای مادین؟ چه جای خوبی هستن. بیای خرید. این هم که از آجی علیز ناو از بغلان آمده. بیایی چی کنی مادی؟ به خاطر چی مادی؟ Sag mir einfach. Das Video ist geht in YouTube. Ich sag's dir jetzt gleich, ja? Ali hiç namiger, gab noch so ein Chemisch. Mesam? Sprichst du auch nicht? Ja. Keine Deutsch.
اوکی پس این مغازه های زیاد، دکان های زیاد و هرچی که دوست داشتین خرید کن برای خودتون، برای بچه هاتون. یا به 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 به. Willkommen in Pandorf. Genau. به اینجا هم که از درخت های خوشکل هم زدن چیکار کردن؟ لامپ کاری کردن به خاطر وینرد. نه؟ از هر قسمت یک گناه همون کار کردن. ببین چه چای خوشکل سنه. خب ما فعلا در این ویدیو که ایتون خداحافظی کنیم تا قسمت های بعدم براتون فیلم بگیریم. ممنون من نوع ویدیوز. Bis bald. Auf Wiedersehen.